أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب صرفی ما و شما 21 باب صرفی را گرفتیم، یا میتونیم بگیم 21 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم باب 22 درس 22 آخرین باب و آخرین درس از این کتاب را به سمع شما برسانم. هر کسی که این کتاب را دارد پس میتواند صفحه 15 را بکشاید که در صفحه 15 چنین نوشته شده است که الباب الثانی والعشرون، یعنی باب 22 از 22 باب صرفی، آخرین باب صرفی. و همچنین ناگفته نماند که این آخرین درس ما و شما از این کتاب می باشد، با همین این کتاب خلاص می شود. از این حساب باب 22 را با اون اقسام هفتگانه که در بدان خوانده بودیم اینجا همچنین مختصرا جاش کردگی هستم، با اون انشاءالله یک جا می گیریم تا اینکه با همین درس این کتاب یا درس های این کتاب با آخر برسد. پس موضوع درس امروزه ما و شما باب 22 با اقسام هفتگانه هست. باب 22 با اقسام هفتگانه. خب اینجا بنده چنین نوشته کردم که الباب الثانی والعشرون، یعنی باب 22 از 22 باب صرفی. و به خاطر وقت را زیاد نگرفتم بنده نوشته نکردم یا توضیح نمیدهم. ما گفتیم 22 باب به 4 قسم تقسیم می شود: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. رباعی مزید همچنین گفتیم به 2 قسم تقسیم می شود، یک بابش یک حرف زیادی دارد و 2 باب دیگرش 2 حرفی زایده دارد. اینها را در گذشته ما و شما بارها تکرار کردیم یا درس پیش از گذشته هم تکرار کرده بودیم. از این حساب دیگر اون را توضیح نمیتیم. در ذهنتان و این را خودتان میتونید در دفترتان خیلی که اونها را کار میکردیم بنویسید. 22 باب چطور تقسیمات میشود با 4 قسم و 4 قسم چطور کدام باب ها و کدام باب ها چند حرف زایده و در کجاش میآید، اینها را شما در دفتراتون نوشته کنید. خب یا میگذاریم به کتاب. صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که الباب الثانی والعشرون، باب 22 از 22 باب صرفی، آخرین باب صرفی. وزنه افعلل یفعلل افعللا. دقت بتید، افعلل یفعلل افعللا. پس این ترازوی ما هست، این ترازوی ما هست. این آخرین باب هست که در این 2 حرف زایده است، یعنی باب رباعی مزید است. رباعی مزیده که 2 تا حرف زایده دارد. پس میبینیم که این 2 حرف زایدهش در کجا است؟ در ترازو ما نگاه میکنیم، این الف هم میبینیم که حرف زایده است، حرف زیادتی است از حرفای سألتمونی ها. و غیر از این اینجا 2 تا لام هست، در آخرش 2 لام هست. این لام حساب کنیم 3 لام میشود. پس این 2 لام یک لامش زیادتی است. پس این الف همزه با 1 لام زیادتی است و ف و عین و 2 لام اصلی هستند. زیرا که اینجا 3 لام هست، 1 لامش زیادتی است و 2 لامش حرفای اصلی است، زیرا که این رباعی مزید است، یعنی رباعی 4 حرفه است. ف و عین و 2 لام حرفای اصلیش می باشد. اکنون این ترازو است. در موزون چی میگه؟ موزونه اقشعر یقشعر اقشعرارا. دقت بتید، اقشعر. اقشعر این وقتی که انسان بعضی حالت ها می شود که موی بدن انسان راست میخیزد، انا همین رو عرب میگه اقشعر، یعنی مویهاش بسیار راست خیست، یعنی که موی انسان که میخیزد انا همین رو اقشعر میگن. پس اقشعر در اینجا حرفای زایدهش چی است؟ در اول میبینیم حرف الف،
حرف همزه، حرف زایده است یکم، و در آخر دو تا ره هست، یک راش حرف زایده است. اقشعر یک ره حرف زایده است. پس این اصل کلمهش به این طریق است. دقت بتید، قاف شین عین ره، اصل کلمه این هست. یعنی از بابی 19 هم بگیرنش. پس چی میگیم؟ میگیم قشعره. اصل کلمه قشعره. قشعره یعنی که موی بدن خیستن، یعنی کلتر موی بدن که بخیزد همه را میگوین قشعره. اما این باب را به خاطر چی باب 22 آوردیم و چی سبب؟ صاحب کتاب بعد از بیان کردن نشانه های این باب برای ما و شما بیان میکنه. چی میگوید؟ میگوید که موضوعه اقشعر، یعنی موی بدنش بلند شد، موی بدن وی بلند شد، راست خست. یک فعل ماضی، یقشعر فعل مضارع، موی بدن اون راست میخیزد یا راست میشود. اقشعرارا موی بدن راست شدن، این مصدر، فعل ماضی فعل مضارع مصدر. خب و علامته، اکنون ما از کجا بدانیم که اقشعر از باب 22 است؟ نشانه اش چی است؟ علامتش چی است؟ میگه علامتش همین است که ان یکون ماضی علی 6 احرف. فعل ماضیش میگه حساب کنید 6 تا حرف دارد. ببینید همزه ف عین 3 تا حرف و این 3 لام قطعی 6 تا می شود. 6 حرف دارد. یا الف و همزه و قاف 2 حرف، شین و عین 4 حرف، این 2 ر قطعی 6 تا حرف. پس میگه فعل ماضیش نگاه کنید، میگه باب 22 را میگه 6 تا حرف دارد در فعل ماضیش. بزیادت الهمزه فی اوله، اکنون حرف زیادتش میگه در کجاش میشود؟ در اولش میشود. اولش نگاه کنید میگه حرف زایده دارد. یکم بزیادت الهمزه فی اوله و حرف آخر من جنس لامه الثانی، لامه الثانیه فی آخره، و همچنین از جنس لام آخری کلمه میگه در آخرش همچنین همراه کرده است. میبینید 2 تا لام اینجا در آخرین لام کلمه، لام دومی کلمه حرف ر که است، این لام یکمی کلمه است و این لام دومی کلمه که است، لام دوم 2 تا میکنیم. اقشعر برای خاطر لام 2 تا میکنیم که یک ر یا یک لام اینها حرفای زایده است. پس یا در اولش زیادی است یا در آخرش زیادی است. 2 حرفی زایده دارد. خب این بود اکنون نشانهش. از همین طریق ما شناختیم که از باب 22 است. اکنون میگوید و بناؤه، بنا ساخت این کلمه برای چی است؟ ساخت این باب، عربا باب 22 را برای چی ساختن؟ یعنی باب 19 را برای چی باب 22 میبرن؟ با چی سبب؟ میگه که بناؤه لمبالغه لازمی، برای مبالغه کردن فعل لازم است. ما و شما برای مبالغه کردن فعل لازم است گفته در گذشته بعضی باب ها را خوانده بودیم. کی را یادش میاد که بابی چند بود؟ بابی 12 برای مبالغه کردن فعل لازم است گفته بودیم، و همچنین بابی 18 یعنی باب احمر و احمار، اینها گفتیم برای مبالغه کردن فعل های چی هستند؟ فعل های لازم هستند. فعل های لازمه مبالغه میکند، یعنی که زیادتی نشان میدهد. پس شما باب های مبالغه را در ذهنتون داشته باشید. دقت بدید، باب 19 یعنی که قشعره، قشعره گفتیم مو خستن، موی بدن انسان راست میخیزد، همون عربا میگن قشعره. دقت دادید؟ قشعره یعنی که موی انسان کم تر خست، همین را میگن قشعره. اکنون برای مبالغه که باشد باب 22 موی بسیار خست، یعنی که موها راست شده ماند، در این صورت دیگه قشعره نمیگیم، چی میگیم؟ اقشعر، یعنی با مبالغه میگوییم، با زیادتی میگوییم. دقت دادید؟ اقشعر. پس این با برای مبالغه فعل لازم بوده است که قشعر خودش فعل لازم است، با اقشعر با همون لازم است، متعدی نیست، فعل لازم است و با مبالغه است، با زیادتی. لانه یقال، اکنون مثال هم میارد، میگوید که قشعر جلد الرجل اذا انتشر شعر جلدی فی الجمله. وقتی که میگه یک انسان میگوید که قشعر، دقت، قشعر جلد الرجل، قشعر جلد الرجل، قشعر جلد الرجل،
قشعر جلد الرجل میگه اذا انتشر شعر جلده فی الجملتی. وقتی که موی بدن انسان میگه یک کم ترک مثلا راست شد، عرب میگه که قشعر جلد الرجلی، یعنی که اون مرد موی بدنش کم ترک راست شد. این حالا اصلی کلمه هست باب 19 هم. اکنون میگه و یقال اقشعر جلد رجلین. اکنون این باب قشعره را باب 19 میاره، میگیم اقشعر جلد الرجل جلد الرجل. اکنون دقت بتید میگه اقشعر جلد الرجل، یعنی که اون انسان موی سرش بگیم موی بدنش راست شد، بسیار راست شد، یعنی که با مبالغه با زیادتی. از این انسان میگه که اذا انتشر شعر جلده مبالغه، وقتی که موی بدنش راست شود با زیادتی، یعنی بسیارتر که راست شد، پس با باب 22 ما میگیم اقشعر جلد الرجل، یعنی که موی اون مرد بلند شد، راست شد. خب این هست باب 22 ما و شما. چطور گفتیم که این باب ها در کتاب ها خیلی کم می آید، در بعض صحیفه ها شاید بعضی کتاب خونه از این باب یگان کلمه هم نیاید، زیرا که حرفاش زیاد که است، عرب حرفای زیاددار کلمه را کم استفاده می‌برد. از این حساب دیگر جمله های و کلمه های بسیار نمیاریم، فقط همین را در ذهنتون بگیرید که باب 22 دو حرف زایده دارد، اقشعر افعل، که دو حرف، یک تا حرف زایده در اولش و یک تا در آخرش. بعد از این اعراب این جمله را بیان کردگی هستم که اقشعر فعل ماضی، اقشعر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، جلد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وهو مضاف، الرجل مضاف اليه مجرور بالاضافه. خب مجرور است، مضاف الیه مجرور، مضاف الیه هست و مجرور است که در اینجا در آخر اینکه جلد نوشته است، اینجا را شما بگیرید رجل کنید، زیرا اینکه در چاپ کردن غلط شده است، اینجا جلد نه و اینجا دا باید می نویسیم که الرجلی، بعد میشد مضاف الیه مجرور. با همین باب 22 ما و شما با آخر رسید و میگذاریم به اشتقاق های 12 گانهش. بعد از بیان کردن اشتقاق های 12 گانه ان شاء الله ما و شما اقسام 7 گانه را همچنین در همین درس میگیریم تا اینکه این کتاب رو با همین 22 درس به پایان برسانیم. خب پیش از اونه که اشتقاق های این 12 گانه را ما و شما شروع بکنیم، اولا یک نازکی هست، این را میخواهم بفهمونم. اقشعر در اصلش میگن، دقت بتید این طور است، اقشعر در اصل اقشعرره بود. چرا ما را اقشعرش کردیم؟ دیدیم که دو حرف همجنس متحرک بر در بر آمد، حرکت این ری اول را پیش از آخر را در عین دادیم. حرکت این رو در چی دادیم؟ در عین دادیم. وقتی در عین کی دادیم چطور می شود؟ این خودش ساکن می شود. این حرکتی که ما دادیم این از ری بود، از این گرفتیم و در عین دادیمش، شد اقشعر، یکم ری ساکن دوم ری متحرک، واجب است که ادغامش کنیم، پس می شود اقشعر. دقت دادید؟ یادتون بیاد که عین در اصل حرکت این ری است، ری یکم است، را یکم حرکتش است. این قرض گرفتگی است در پنج صیغه، 5 صیغه در قرضش میگیرد، با ششم صیغه در با میتیشه. اون 5 صیغه چی است؟ حالا بیانش میکنیم. دقت بتید، میگه که باب 22 را فعل ماضیش چی است؟ شعر، اقشعر بسیار راست شدن موی بدن. اکنون اشتقاق ما این را چطور
14 صیغه‌اش رو میگیم که ببینید اقشعر ر شدقتی می استاد. در باب 12 میگه پا گفته بودیم، در باب 18 میگه پا گفتگی بودیم. 5 صیغه اشته. اقشعر اقشعرو اقشعرت اقشعرتا تا نه 5 تا با چی است؟ شدقتی است، تشدید قطعی. وقتی که در جمع مؤنث می رویم چی میگوییم؟ این طور است. ببینید اقشعررنا اقشعررنا. دقت داده؟ ما چیکار کردیم؟ ما اصل که گشتیم ما گفتیم که اصل عین ساکن است، این ر حرکت دارد. اقشعرر بودنه ر حرکت در عین دادیم بس شد اقشعر. اکنون برای صیغه ششم در رفتیم وی ها زن ها، یعنی که موی بدن وی ها زن ها راست شد، بسیار راست شد. پس چی می شود؟ ادغام را میکشاییم. ادغام را کشادیم، عین را ببینید ساکن است. چطور گفتیم؟ اصل ده ساکن است. این حرکت این ری است که ما دادیمش، عین ساکن است و این حرکت از خودش است و این نون پیش خودش را ساکن طلب میکند. این نون پیش از خودش را ساکن طلب میکند. پس این ساکن، این ری یکمگی حرکت اصلی خودش و این عین را ساکن حرکت اصلی خودش، دیگه اصلش حرکت از خودش است. دقت بدید. پس میگیم اقشعررنا. دیگه تا آخر 14 صیغه را از هفتم از ششم شروع کرده، این ششم است اقشعررنا. دیگه تا آخر چیکار میکنیم؟ انا میطور میگیم اقشعررتا، یعنی که موی سر تو، موی بدن تو خست. اقشعررتما اقشعررتم اقشعررتی اقشعررتما اقشعررتن اقشعررتو اقشعررنا. دقت دادید؟ 14 صیغه. 14 صیغه چی شد؟ 14 صیغه با فک ادغام شد. ادغام را کشادیم. چطور که در چی گفتگی بدیم؟ در باب 12 و باب 18 گفتگیش بدیم. اکنون ما میخوایم این را مجهول کنیم. چیکار میکنیم؟ اولین متحرک را ضمه میکنیم. این اولین متحرک است. اولین متحرک را اول فک ادغام میکنیم. فک ادغام میکنیم. اولین متحرک را ضمه میکنیم. دقت بدید. یا به رنگ سرخ بکنیم تا اینکه بفهمید که چیکار کردیم. ببینید اولین متحرک را ضمه میکنیم. دیدید؟ ما قبل آخر که ری اول هست کسره میکنیم. ما قبل آخر چیکار میکنیم؟ کسره میکنیم و حرکت خودش رو میگیریم. دیدید؟ این همزه وصل این حرکتی را پیدا میکند چی میشود؟ ضمه میشود. پس چی میشود؟ اقشعرر. اقشعرر اصلش است. اکنون حرکت ر فتحه که بود در عین دادیمش، با کسرکش بود در عینش میتیم. این میشود اقشعر. دیدید؟ این ساکن، این حرکت ر یکم است. اقشو، این دو تره را با یکدیگر ادغام میکنیم. ادغام که کردیم چی میشود؟ ادغام که کردیم میشود اقشعر. نگاه کنید. اقشعر این حرکت ایره اول است. این حرکت عین ایره اول است. فقط او گرفتش در 5 صیغه. پس میگیم اقشعر. در دفتراتون بنویسید. اقشعر اقشعر اقشعرو اقشعرت اقشعرتا. اکنون فک ادغام میکنه میگیم اقشعررنا. این عین اصلش گفته بودیم که ساکن است میستد، ما قبل آخر رو کسر میکنیم میشود چه؟ اقشعررنا. ششم صیغه دا کشاده میشه. دیگه تا آخر کشاده میره. اقشعررتا اقشعررتما اقشعررتم اقشعررتو اقشعررتما اقشعررتن اقشعررتو اقشعررنا. پس این معلوم و مجهول فعل ماضی است. این را دقت بدید، بسیار مهم است و بسیار لازم است. بیاید اکنون در فعل مضارع میگذاریم. در فعل مضارع چطور گرفته میشود؟ فعل مضارع یقشعر رو اولا اصلش بیان کنیم. یقشعر رو در اصلش این طور است. یقشعر رو. دقت دادید؟ یقشعر رو اصل این هست. اصل این هست. لیکن این عین حرکتش انمی حرکت ری است. حرکت ری را در چی میتیم؟ در عین میتیم. در عینش میتیم. این ری ساکن میشود.
واجب است که ادغام کنیم. ادغامش میکنیم میشه چی؟ یقشعر. دیدید اصلش چی بوده است و چی کارش کردیم؟ پس به اصلش برمیگردیم زیرا اینکه برای ما در کار میشود. این دقت بدید. فعل مضارع چی بوده است که یقشعر. یقشعر یعنی موی بدنش راست میخیزد و مرد رو در زمان آینده. یقشعر رو گفتیم اصلش، پس ما یقشعر روش کردیم. پس یقشعر رو این طور با فک ادغام در دو جا میآید در فعل مضارع، چرا در باب 12 و در باب 18 گفته بودیم. مثلا میگیم که یقشعر، یقشعرانی، یقشعرون با شدت قطعی با ادغام. تقشعر، تقشعرانی، یقشعرین. انا اکنون در جمع مؤنث که اومده میکشویمش. چی میگیم؟ میگیم یقشعرین. دقت دادید؟ یقشعرین. به اصلش برگشتیم. میگفتیم که یقشعر و یقشعران یقشعرون. تقشعر و تقشعرانی یقشعرین. به اصلش برمیگردیم. یقشعریر پیش نون گفتیم ساکن طلب میکنه، پس ر ساکن میکنیم. یقشعریر نه. باز میگیم انت یعنی تو مخاطب رو میگیم تقشعر و تقشعرانی تقشعرون. تقشعرین تقشعرانی تقشعرین. شما زنها موی بدنتون میخیزد، پس این رو یا رو ت میکنه میشه چی؟ تقشعریر نه. اقشعر رو شدقتی میگیم، نقشعر رو شدقتی میگیم. پس این عین حرکت ای اصل خودش نیست، ای ری اول هست. رای اول حرکت در عین دادیم. چطوره که این عینم از ری اول حرکت است که در مقابل دادیم. برای چی مقابل دادیم؟ زیرا که ساکن است. اگر هم ساکن شود التقای ساکنه میشه جایز نیست. التقای ساکنه در اینجا جایز نیست. از این حساب حرکت چه رنگی احمر چی میگفتیم؟ میگفتیم که ببینید احمر. گفتیم میگفتیم که اصلش چی هست؟ احمرر. ما گفتیم این حرکتی را میگیریم ساکنش میکنیم. برای چرا ما میگیریم؟ زیرا که ما قبلش حرکت داره، نمیشه حرکتی را با دری بتیم. این دو حرکت قبول کنه نمیتونه. از این حساب ساکن میکنیم، بعد میگیم اقشعر به مثل این میشود. اما در اینجا این کارا کنه نمیتونیم. اینا نمیگیم که حرکت چه میگیریم بعد دو ساکن بر بر بیاد. این طور ببینید دو ساکن بر بر نمیشود. از این حساب این حرکتی کسرش در چی میتیم؟ در عین میتیم که عین ساکن است. این نازکی را دقت بدید. خب اکنون این 14 صیغه معلوم شد. گفتیم مجهولش چی میشود؟ یقشعر. از کجا فهمیدیم یقشعر است؟ از این اصلی که ما و شما میدونیم. دقت بدید. از این اصلی که هست، از اصل میفهمیم. چیکار میکنیم؟ حرف مضارعات رو دم میکنیم، با رنگ سرخ کنیم تا اینکه فهمیده شود. میشود یقشعرین. این نون حال ماده در کار نیست. یا از اینجا بکنیم. ببینید اولین کار میکنیم چی میکنیم؟ حرف مضارعات رو دم میکنیم. یقشعری رو بود، نه کسره بود. یقشعری رو. اکنون حرف مضارعات رو دم میکنیم و ما قبل آخر رو فتح میکنیم. ما قبل آخر کسره است، فتحش میکنیم. چی میشود؟ یقشعررو میشود مجهولش. اکنون یقشعررو را با حرکت در عین میتیم، در عین، و دو را ادغام میکنیم میشه یقشعرو. این عین فتح میتیم میشه یقشعرو. دقت دادید؟ یقشعرو این مجهولش است. یقشعرو مجهول است. این عین حرکتش از چی است؟ این ری است. ببینید مقابل آخر فتحش کردیم، از این ری هست. یقشعرو. پس 14 صیغه یقشعرو، یقشعرون، یقشعرون، تقشعرانی، یقشعرر نه. این ری از عین حرکت چه گرفت. اینجا اینا دو تا 5 صیغه ده، ششم دومت حرکت چه ری خودش گرفت، زیرا که بعد ری دیم ساکن شد. حرکت رو میگیره میشه یقشعرر نه.
باز تقشعر تقشعران تقشعرون تقشعرین تقشعرانی تقشعررن شما زنها. بعد اقشعر نقشعر 14 صیغه مجهول فعلی مضارعش. اکنون بیایید بگذاریم در اسم فاعل. اسم فاعل این چی است؟ دقت بدید. اسم فاعلش مقشعر مقشعر. این را ببینید میم یا را میم میکنیم و عین که اصل کسره که بود میشه چی؟ مقشعر. دو حرکت قطعی. یا حرف مضارعت را چیکار میکنیم؟ میم میکنیم میشه مقشعر. چرا مقشعر این کار کردیم؟ این عین وقتی که ما در اسم فاعل هم عین کسره دارد از ره هست. این عین اصل ساکن است گفتیم، پس هر حرکت را قبول میکنه از ره را گرفته است. بخچه میگیره با جاش اومد میتیه، میگیره با جاش اومد ریده حرکت چه میتیه. خب مقشعر اسم فاعل 6 صیغه دارد بگویید. بعد از این چی است؟ مقشعر مقشعر ر فتحه دارد، همچنین فتحه چی است؟ فتحه ر است که عین گرفتش. عین میبینی فتحه دارد از ر است. چطوری گفتیم این را؟ فعل جهدش چی است؟ لم. پس 6 صیغه اسم مفعول رو بگویید. لم یقشعر لم یقشعر مجهول معلوم فعل جهد است. 14 صیغه را بگویید. بعد مجهول فعل جهد رو 14 صیغه را میگویید. فک ادغام می شود چطوری که در فعل مضارع گفتیم در دو جا فک ادغام می شود. پس در فعل جهد هم در دو جا فک ادغام می شود. بعد فعل نفی است که لا یقشعر لم یقشعر یعنی که موی بدنش نخیست در زمان گذشته. لا یقشعر موی بدنش نمیخیزد در زمان آینده. فعل امرش چی است؟ اقشعر فعل امرش است. اقشعر فعل چی است؟ فعل امرش است. یعنی موی بدنت بخیزد. موی بدنت بخیزد فعل امر. اقشعررن یقشعر از فعل مضارع مخاطبش میگیریم تقشعررن که بود اصلش، پس میگیم اقشعررن. خب جمع معنیش یعنی که موی بدن شما زنها بخیزد. اقشعررن. فعل نهیش چی است؟ لا تقشعر یعنی موی بدن تو نخیزد. این چند چی است؟ 8 صیغه معلوم داره، 14 صیغه مجهول شما خودتون بنویسید. اسم زمان و مکانش به مثل اسم چی است؟ اسم مفعول. به مثل اسم مفعول است که مقشعر. پس اسم آلت از این باب نمی آید، اسم تفضیل همچنین از این باب نمی آید. پس این هست اشتقاق های 12 گانه از این باب. این هست اشتقاق های 12 گانه از این باب. پس اینجا را پاک میکنیم به خاطر به اقسام 7 گانه گذاشتن. بیایید یک جا اقسام 7 گانه را میبینیم که صاحب کتاب درباره اقسام 7 گانه برای ما و شما چی میگوید. در صفحه 16 میگوید که اقسام الفعل بحسب الصحة والعله، یعنی قسم های فعل از دیدگاه صحیح و علت داشتن، حرفای صحیح علت داشتن. ما و شما در بدان خوانده بودیم. در بدان ما و شما خوانده بودیم که اصل به 2 قسم تقسیم می شود. هر یک کلمه اصل به 2 قسم تقسیم می شود. حرفی فعل را میگن فعل چی؟ فعل صحیح. ببینید فعل صحیح و فعل را میشه در بگیم فعل یا کلمه. فعل کلمه فرق نداره. فعل یا کلمه صحیح می شود و چی می شود؟ معتل. صحیح
معتل. صحیح معتل. صحیح 3 نمود می شود و معتل 4 نمود می شود. معتل چند نمود می شود؟ 4 تا. این تقسیماتش است. صحیح 3 تا است، معتل 4 تا. اکنون 3 تا چی است؟ 3 صحیح چی است؟ 4 تا معتل چی است؟ حالا کتاب یک تا میخونیم. این را در بدون خوندگی هستیم، زودتر میخونیم میرویم. میگوید که اعلم ان كل فعل اما صحیح، بدون میگه که هر یک فعل صحیح میشود. صحیح میشود. پس صحیح میگه و هو الذي ليس في مقابله فائه و عینه و لام حرف من حروف العله. در مقابله ف و ترازوی موشمو ف و عین و لام، ف عین لام، در مقابله یگان تا اینها در همون کلمه حرف علت نداشته باشد. حرف علت در همون کلمه نباشد. و هی حرف علت الواو و الالف و یا. حرف علت چیه؟ واو، الف، یا است. ما شما شعر خونده بودیم که هر کی را در حرف علت نام کردن واو، الف و یا را، هر کی را در درصد ناچار گوید وای را. وایی، واو، الف، یا. خب اکنون در اینجا فقط فعل گفت صحیح می شود. صحیح همون کلمه را میگن در مقابله ف و عین و لام کلمه واو و الف یا نداشته باشد، از این حرفا نباشد. و الهمزه و التضعیف همچنین نباشد. اکنون معلوم شد که این فعل سالم را، صحیح سالم را در نظر داشته است. صحیح چی؟ سالم، سالمون، صحیح سالم را در نظر داشته است. از کجا فهمیدیم؟ زیرا گفت که همزه و تضعیف نباشد، پس صحیح سالم را در نظر داره. در بدون گرفتگی هستیم. و اما معتل میگه یا فعل معتل است میگه، یعنی صحیح و معتل میگه فعل یا معتل میشود. و هو الذي يكون في مقابله فائه حرف من حروف العله. حرف معتل میگه 4 نمود میشود. دقت بدید. یکمش میگه در مقابله فای کلمه حرف علت باشد. مانند چی؟ مانند وعده. این ما پس معلوم شد که معتل مثال میگن. مثال، زیرا که در اول فی کلمه اگر واو یا یا باشد، اگر نام اون مثال، معتل المثالش میگن. مثال این صحیح سالمش بود. در مثال آوردگی کتاب که بیا بنویسیم به خاطری در ذهنمون ماندن، به خاطری خوب فهمیدن. ببینید نصره، نصره صحیح سالم است. در اینجا وعده معتل مثال است، یعنی که در مقابل وعده فعل در مقابل فعل کلمه حرف علت است. دقت دادید؟ یسره هم است، یسره نمی نویسم، شما خودتون در ذهنتون بگیرید. خب بعد از این چی میگوید؟ میگوید که و اما اجوفون، یا میگه معتل اجوف است. ببینید معتل چی است؟ اجوف. معتل اجوف است. معتل اجوف. معتل اجوف چی است؟ میگوید که به عربی میگوید و هو الذي يكون في مقابله عینه حرف من حروف العله. حرف اجوف میگه کلمه است که در روبروی عین کلمه حرف علت است، یعنی دوم حرفش حرف علت است، یا واو یا الف یا یا. حرف چی است؟ علت است. به مثل چی؟ به مثل قاله. دقت بدید. قاله، قاله را دیدید؟ قاله حرف بین شبینید، حرف عین در بین است، بین در حرف علت است، حرف الف. اصل این خیلی واو است و این را بعدا میخونیم ان شاء الله. خب قاله، این پس این قاله را ما معتل اجوفش میگیم. معتل اجوف این دومشید. و میگه و اما ناقصون، یا میگه ناقص است. معتل که قسم سومش چیه؟ ناقص. دقت بدید. ناقص. ناقص. فعل ناقص چی است؟ فعل معتل ناقص چی است؟ میگه هو الذي يكون في مقابله لام حرف من حروف العله. فعل ناقص کلمه را میگه در روبروی لام کلمه، یعنی آخرین حرف کلمه حرف از حرفای علت باشد. مانند چی؟ مانند ببینید، مانند غزا، غزا،
غزه. الف ببینید از حرفای علت. در روپرو چیه؟ لام کلمه، سوم حرف کلمه. پس غذا معتل ناقص بوده است، زیرا اینکه آخرین حرفش حرف علت است. خب بعد از این چی میگوید؟ میگوید که و اما لفیفون، یا میگه لفیف است. پس دقت بتید، یا میگه چیه؟ لفیف است. اینجا می نویسیم کلمه لفیف. لفیف. اکنون لفیف با دو قسم تقسیم می شود. لفیف با دو قسم تقسیم می شود. این در بدون با تفصیل گرفتگی است. میگه و اما لفیف و هو الذي يكون فيه حرفان من حروف العله و هو على قسمين. میگه یا لفیف است، در لفیف میگه دو تا حرف علت است، اینها در یتایی است، نه واو یک تا، الف یک تا، الف یک تا. اکنون در لفیف میگه دو تا حرف علت است، بعد میگه با دو قسم تقسیم می شود. اون دو قسم چی است؟ بیا دقت بتیم. اون دو قسم میگه الاول اللفیف المقرون. یکم قسم رو میگه لفیف مقرونش میگن. دقت بتید، لفیف المقرون. لفیف چی؟ مقرون. یکمش لفیف چی؟ لفیف المقرون. یکمش لفیف مقرون. اللفیف المقرون یعنی لفیف مقرون. لفیف مقرون چی است؟ وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة. در مقابله چی است؟ در مقابله عین و لام کلمه، یعنی دو تای آخرش حرف علت است. دو تای آخرش حرف علت است. در اینجا ما گفتیم نحو وحا، این غلط است. نحو روا هست که بعدا میارد. مثالش ببینید، روا، را واو الف. روا این چی است؟ ببینید، روا ر حرف صحیح است. واو و یا حرفای چی هستند؟ واو الف حرفای چی هستند؟ حرفای علت است. پس این لفیف یکم قسم لفیفی اللفیف المقرون یعنی دو تا حرف علت دارد که به یک چسبیدگی هستند، برابر هستند. ببینید دویم قسم شما میگه چی؟ الثانی اللفیف المفروق. دویم قسم شما میگه لفیف مفروقش میگن. اللفیف المفروق. دیدید؟ لفیف چی؟ مفروق. اکنون لفیف مفروق چی است؟ میگه لفیف مفروق و هو الذي يكون في مقابله فائه و لام حرفان من حروف العله. در مقابله فی کلمه یا لام کلمه دو حرف علت است، یعنی در بین حرف صحیح است و در اول و آخر حرف علت است. مانند چی؟ مانند پیشتر اینجا نزدیک نحو روا این غلط است، در بالا گفتیم غلط است که او را جای پایان بیاریم. مانند وحا. ببینید وحا واو حرف علت، ح حرف صحیح است در مقابل عینش و این الف همچنین در مقابل لام حرف علت، یعنی دو حرف علت دارد. برای چه مفروقش میگن؟ به خاطر اینکه حرف علت جدا شدگی است. او را مقرون گفتیم چسبیدگی است، مفروق چی؟ جدا شدگی است. حرفای علت در بینشان حرف صحیح آمدگی است. پس این هست درس اقسامی هفتگانه. اکنون ما معتلات تا 4 قسمش بیان کردیم، صحیح را فقط یک قسمش بیان کردیم، خلاص. اکنون دوام میده، میگه و اما مضاعفون. اکنون با صحیح بشود نامش چیه؟ مضاعف. دیدید؟ مضاعف صحیح مضاعف چی است؟ میگه که و هو الذي يكون عينه و لامه من جنس واحدين. و همون کلمه است که عین و لام کلمه آیا جنس هستند یا حرف هستند. مانند چی؟ مانند مده. مانند ببینید مده، دو تا دال، عین و لام کلمه آیا جنس، دو تا دال مده. میگه اصله مدده، اصلی مدده بود اینطور. مدده بر وزن فعله. اکنون دو حرف همجنس اومد، این را ساکن که کردیم ادغامش کردیم شد مده. برای میگه که اصله مدده حذفت حرکت الدال الاولى، دال یکم حرکت که داشت حرکتش رو گرفتیم ساکن شد. ثم ادغمت فی الدال الثانیه،
دال دیم دا ادغامش کردیم شد مده. مده شد چی؟ مده. و یقالو ثم ضربت في الدال الثانية. پس در دال دیم ادغامش کردیم. و یقال لهذه الاقسام. اکنون یک تا دیگرش صاحب کتاب نیاورد، لیکن ما در بدان خوانده بودیم. نامش چی بود؟ نامش محموز. نامش محموز. ما و شما در بدان خواندگی بودیم. محموز اکنون به 3 قسم تقسیم می شود. همون چیزی که در بدان خوندیم همون گپاست، دیگر حجت به تکرار کردنش نیست. پس میگه و یقال لهذه الاقسام الاقسام السبعه. همین قسم ها را میگه نامش اقسام سبعه هست. اقسام سبعه صحیح 3 تا، معتل 4 تا. 3 با 4 چند میشه؟ 7. پس اینها را میگن اقسام سبعه، یعنی قسم های 7 گانه از دیدگاه حرف. یجمع هذا البیت. میگه همین گپ رو سالم و مضاعف و محموز و مثال عجف، همین گپ رو اگر که ازید کردن در برات قینت باشه، میگه صحیح است و مثال است و مضاعف. ببینید صحیح است یعنی سالم در نظر دارد، صحیح است و مثال است و مضاعف. 3 تا شده در یک بیت. صحیح است و مثال است و مضاعف. اگه میگه لفیف و ناقص و محموز و اجوف. لفیف، پس میگه لفیف دو تقسیم میشه که تقسیمش نکرده شعر. شما خودتون میگید دو تقسیم لفیف ناقص. لفیف است و چه گفت؟ لفیف و ناقص محموز اجوف. دیدید 7 تا آورده است. 7 تا در اینجا آورده. فقط در صحیح بگید سالم، سالم در نظر دارد. بعد مضاعف و مثال در شطر اولش در قسم اولی بیت. لفیف و ناقص و محموز و اجوف در قسم دیگه‌اش که 4 تا دیگه شد. همگی چند تا شد؟ 7 تا. پس میگه هذا البيت باللغه الفارسیه، یعنی که این بیت، این شعر با این نظم با زبان فارسی است. برای این خاطر حرکت گذاریش اگر اهمیت بدیم مخالف حرکت گذاری زبان عربی است، زیرا اینکه التقای ساکنین دو ساکن بر بر اومدگی است و بعضی کارهایی هست که در زبان عربی طور نمیاد. برای این خاطر نوشتیم که این شعر، این نظم با فارسی است. پس در آخر نگفتگی هستیم که اللهم صل و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. بعد از این بنده نوشتم که تم الكتاب بحمد الله و عونه و حسن توفیقه، یعنی کتاب با آخر رسید با حمد و شکر الله تبارک و تعالی و یاردم و توفیق نیکویی که الله برای من داد که این کتاب را با آخر برسانم. علی ید مختصره، یعنی این کتاب با پایان رسید با در زیر دستی کوتاه کننده اش، که کوتاه کننده مختصر کننده این کی است؟ محمد شریف عبدالعلیم غفر الله له. الله تبارک و تعالی بنده را گناهانش را ببخشد. ولی والدیه، و الله تبارک و تعالی پدر و مادرم را همچنین گناهانش را ببخشد. و مشایخه، الله تبارک و تعالی استادها و کسانی که برای ما تعلیم دادن، ما را علم یاد دادن، الله تبارک و تعالی اونها را همچنین ببخشد. و المسلمین، الله تبارک و تعالی تمام مسلمان ها را گناهانش را ببخشد. و همچنین در اینجا می شود علاوه کنیم که و المستفیدین، کسانی که از این درس های ما استفاده میبرد، الله گناه های اونها را ببخشد. و المسلمین داخل میشه، زیرا که کسانی از این درس های ما استفاده میبرد اونها مسلمان هستند در زیر مسلمین. هر کسی که بنده را میشنوید از این درس های استفاده میبری، در کلمه مسلمین تو هم همراه هستی برادرم و در این دعا در حق تو هم هست. الله سبحانه و تعالی قبول بفرماید. پس این بود درس، آخرین درس از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال و 22 باب صرفی با همین به پایان رسید و این کتاب همچنین به پایان رسید. و هر کسی تو امروز درس را حفظ کرد، پس بداند که اون انسان دیگر هر کلمه را دید میداند از کدام باب است. دیگه هر کلمه را شما دیدید میدونید از کدام باب است. چرا هر فعل را دیدید؟ چرا؟ زیرا که شما 22 باب صرفیه که در زبان عربی 22 تا مشهورترین باب ها است، معروف ترین باب ها است، شما از یادش کردید اگر از یاد کرده باشید. با همین این کتاب چطور گفتیم به آخر رسید. ان شاء الله بعد از این کتاب صرف میر را
خواهیم گرفت. صرف میر برای معتلات بسیار گپ میزند، زیرا که ما هر مثالی که بیاریم از صحیح سالم آوردگی هستیم. در 22 باب مثال ما صحیح سالم است. اکنون معتلات بحث مشکلات دارد، حذف میکند، میبرد، میارد. چطور گفتیم قاله، یا که چطور گفتیم قاتل، اگر مجبور کردیم قوتل میشود، الف و واو کردیم چوی تاری شد. اکنون در صرف میر و بعد صرف میر تصریف عزی در این باره ها میخوانیم که اونها را میگن معتلات، که در اون حذف کردن است، تغییر دادن هست از یه حرف به یه حرف دیگر، نه فقط حرفای علت را، حرفای علت این حرف و اون حرف تغییر میتیم که انشاءالله در کتاب بعدی در صرف میر خواهیم خواند. پس این هست درس امروزه و آخرین درس ما و شما. امروز روز 27 مارتی سال 2021 هست که بنده این کتاب رو به پایان رسانیدم. شاید این درس ها تقریبا نزدیک به رمضان به شما برسد یا که در شبکه یوتیوبی ببراید، لیکن حالا وقتی بود کردن من ساعت 2:51 دوی شب، ساعت 2:51 تقریبا ساعت 3 شب این درس را به پایان رساندم با عون و یاردم الله تبارک و تعالی. و از الله تبارک و تعالی امیدوار هستم چطوری که در آخرین دعا گفتم گناهان پدر و مادرم را، بالخصوص گذشتگان یک و یک ما و شما، همچنین کسانی که زنده هستند، الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرت کند. علل خصوص مادر عزیزم که الله رحمت و مغفرتش کند، 11 ماه شد از دنیا گذشتنش را. و از یک و یک شما امیدوار هستم که در حق کمپیر مادرم و عزیزترین و دعاگوترین شخص برایم دعاگو هستید و در حقش دعا میکنید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس‌های آینده را انتظار باشید. درس‌های صرف و همچنین درس‌های نحو هم در برش شروع میکنیم ان شاء الله از بعد از پهن شدن این، بعد از خلاص شدن این، یعنی که شما شاید تقریبا چند روز پس آخرین درس رو بشنوید و آجرومیه رو با صرف میر یک جا ان شاء الله پیش میبریم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.